سلام بچه ها، ارادت خیلی چاکریم. آقا یه تشکر بکنم بابت ویدیو قبلی. چند نفری ساب کرده بودن، بچه ها لایک و کامنت داده بودن، دمتون گرم آجی. مرسی مرسی مرسی، واقعا تشکر میکنم ازتون. اومدم آجی سری صحبتی بکنم. من نمیدونم چند نفر این ویدیو رو میبینن، ولی خب میخوام این صحبت رو بکنم از جانب خودم، به عنوان یه کسی که 5 سال 4 سال داره کال آف کلی میده. آقا یه لایوهای دیروز داشتم میدیدم، چون طور فرگم بود اگه اشتباه نکنم. آره دیروز بود. رفتم به یه لایوی که طرف داشت گردونه میزد به اسم بچه ها کار نداریم. دیدم 450 نفر 350 نفر تو لایوش هستن. حالا اون کار ندارم، 100,000 تا ساب داشت، اون اصلا به من ربطی نداره، هر کس اختیار داره. ولی عجیب حیف نیست وقت زندگیتون رو برای همچین کانتنتی میذاری؟ بعد دیروز تو لایو ریهبر بودم، تو لایو چند تا از این بچه‌ای که تو تور بودن، دیدم 200 تا 150 تا نهایتا 250 تا نهایتا. واقعا ما ایرانی ها حاجی زورمون میاد چیزی یاد بگیریم. بگیریم تو لایو طرف، نمیم طرف تو تور داره چی کار میکنه، طرف توی کاستوم سنگین داره چی کار میکنه، چیزی یاد بگیریم. نه بحث بازی نیست، بحث زندگیه. تو شاید تو خیلی کارا، خیلی رفتارا رو بعد از تو بازی یاد بگیری. گاهی وقتا نباید عجله کنی، راش بدی، بعد صبوری کنی، بکشی عقب. خب طرف دیدم وقتش حاجی به خدا طرف دیدم 50 تا پیام زده منو بزن. وقت تو چرا تلف میکنی؟ برو بازی کنیم وقت رو. حاجی نمیدونم والا چی بگم، ولی ارزش برای وقتتون قائل بشید. واقعا ارزش برای وقتتون قائل بشید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودید. لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. حاجی ما 50 تا سابو بگیریم انشالله بریم برای خرید آیپد و یه سیستم متوسط که بتونیم استریم استارت کنیم. دوستتون دارم. یا علی، خداحافظ.